عجیبه که ما عروسیامون هم با همه جای دنیا فرق میکنه. شب عروسی همه محرمن، تا راننده آژانس و دوستای داداشای عروس و همه، هر کی هست محرمه الا عاقد. عاقد میاد همه خانم‌ها میگن رو بگیرین حاج آقا اومد. حالا از این جالبتر کجاست؟ مهمانی تموم میشه، مخصوصا تالارها. خانم‌ها آقایون دیدین که تالارها سواز آخر قاطیه. چرا قاطیه؟ چون که مردها یهو ول میشن تو تالار بانوان دنبال خانماشون میگردن که انه این پنگوانوی امپراتور، هر کس دنبال جفت خوده که زنش از اون لالوها پیدا کنه که زنش کجاست. نگاه میکنی بعضی از این دخترها شب عروسی 70 قلم از عروس بیشتر به خودش رسیده، جوری که عروس و داماد کنار هم رو تخت نشستن، وقتی از جلوشون رد میشه داماد فقط با دهن باز با خودش میگه عجب غلطی کردم اینو نگرفتم. یه مقدار